ما که هیچ. چرا پرنده ها از تهران نمیرن؟ از شدت آلودگی هوا گلوتون میسوزه، اشک از چشمتون جاری میشه، صدای بوق ماشین ها رو اعصابه، پیش خودتون میگید کاش میشد برم یه جای خوش آب و هوا، اما مجبوری تهران بمونید. کار، تفریح، امکانات و کلی چیزهای دیگه، ماها مجبوریم توی تهران بمونیم. اما چرا پرنده ها تهران رو ترک نمی کنند و نمیرن یه جایی بهتر؟ تهران برای پرنده ها بهشته. تهران گرمه، لب پنجره ساختمون های بلند شبیه کوههای صخره‌ایه و برای لانه سازی ایدئاله. سطل زباله ها پر از غذای مجانی. توی شهر خبری از عقاب نیست و تنها شکارچی شهری گربه اونقدرها هم ماهر نیست. مردم هم با این پرنده های به ظاهر بیازار مهربونن. چرا به ظاهر؟ هر کبوتر سالانه 11 کیلوگرم مدفوع اسیدی تولید میکنه و به ساختمون ها و ماشین ها آسیب میزنه. برای آمریکا برآورد شده که میزان آسیب تمام پرنده ها در حدود سالانه 1.1 میلیارد دلاره. بله، 1.1 میلیارد دلار. پرنده ها مثل موش ها میتونن باعث نشر بیماری بشن یا به انبار غلات آسیب بزنن. چرا این موش های پرنده شهر کثیف ما رو دوست دارن؟ برای پرنده ها انگیزه های کوتاه مدت مثل غذا خیلی مهمتره تا هوای پاکیزه. برای ما هم انگیزه های کوتاه مدت مثل کار مهمتره تا احتمال ابتلا به سرطان. دلیل ما و پرنده ها برای زندگی توی تهران یکیه، اما این تمام ماجرا نیست. پرنده هایی که در تهران به دنیا اومدن هیچ وقت زندگی توی یک منطقه خوش آب و هوا رو تجربه نکردن. اونها اصلا نمیدونن که زمین سبز و آسمان آبی یعنی چه. اونها به اولین گزینه‌ای که تا امروز باهاش مواجه شدن عادت کردن، درست مثل خیلی از ماها که هیچ وقت زنگ موبایل یا بک‌گراند لپتاپمون رو تغییر نمیدیم و به تنظیمات کارخونه وفادار میمونیم. برای مایی که دشت‌های سرسبز رو دیدیم عجیبه که چرا کبوترها از تهران نمیرن، اما خودمون هم دچار همین سوگیری ها میشیم، به خصوص زمانی که حاضر نمیشیم برای داشتن یک زندگی بهتر وضعیت فعلیمون رو ترک کنیم و از منافع کوتاه مدت بگذریم. شما اگر میخواستید توی یک شهر تمیزتر، امن‌تر، ارزونتر و خلوتتر زندگی کنید، اولین انتخابتون کدوم شهر بود؟ من خودم شهر رشت رو انتخاب میکنم. شما چطور؟